مذهب امام صاحب میگذاریم، دستی مذهب دیگه بعضی سنت های یا مستحباتی که به او عمل میشه و بسیار آشکار است و برای ما جالب است و تا هنوز او را ندیدیم. او را اگر بر ما مثال بتونید که یک شما براتون مثال دادم که آمین به جهر گفته میشه. بله. اصلا ما سنت هایی که مثلا در مذاهب دیگری هم هست اما در مذهب ما نیست، مثلا مذهب ما نیست. بله. ما در کتب فقه ما ثنا یعنی دعای ثنای دیگری برای ما نگفته، تنها یک سبحانك اللهم را گفته. بالکل به حدیث صحیح ثابت است و ثنا است بالکل، اما پابندی و التزام کردن هم یک دعا ایره لازم دانستن که یک دعا خوانده شد اینا آمده. نه این عملی هست که دیده نمیشه، یک عملی که یک عملی که دیده شود. خیلی خوب. بله. عملی که دیده شود مثلا رفع الیدین است. درست. آدم که در رکوع میره بعد دستا را بالا کنه و بعد از اینکه از رکوع بالا میشه. این در سه مذهب دیگری است. البته در یک قول امام مالک رحمه الله هم نیست، اما دیگه کلشون قائل به یعنی شافعی مذهب، حنبلی مذهب و مالکی مذهب اونا رفع الیدین میکنن. بله. خب مولوی صاحب سوال دیگه است، وقتی که ایجا یک کسی رفع یدین میکنه چرا برای گفته و چرا از سوال نمیشه که برادر محترم آیا تو شافعی استی، آیا تو مالکی استی، آیا تو حنبلی استی، که مستقیما بر از القاب دیگه داده میشه، مثلا بر از گفته میشه تو وهابی استی، تو کافر استی، این چی عملی بود که تو انجام دادی؟ چرا مولوی صاحب شما هم همت رو میگین یا نه؟ الله متعال نکنه، اما خو همیشه فضل الله سبحانه و تعالی مسجد ما خیلی مشهور است در کمپنی و روزهای جمعه الحمدلله از دور جاهای دور مردم میاد، خصوصا ام مردمایی میاد که و به مو مذهب خود خیلی پابند هستند. یعنی امرای ما اعمال ما را انجام نمیده، رفع الیدین نمیکنه، دستار سری سینه بسته نمیکنه. یعنی مولوی صاحب شما خودتون رفع الیدین میکنین؟ ما خودم رفع الیدین میکنم. درست. مولوی صاحب شما به کدام مذهب هستین از این سه مذهب؟ ما چون پیشتر گفتیم که ما پیرو حق هستیم، پابند به یکی از علما نیستیم. ما فقط دنبال حق میریم. شده میتونه اون حق یک مرتبه قطعی امام ابو حنیفه رحمه الله باشه و یک مرتبه دیگه با کی باشه؟ امام مالک رحمه الله. یک مرتبه دیگه با امام شافعی رحمه الله باشه، یک مرتبه دیگه با احمد ابن حنبل رحمه الله. شده میتونه در چارش نباشه، بیرون از در چار باشه. ما دنبال حق میریم. مولوی محترم بسیار یک خوب جای تاسف است که در مورد شما ما از بسیاری از دوستا و برادران ما اینطور شنیده بودم که شما کسی هستین که بر شاگردایتان اینطور تعلیم میتین که فقط در یک موضوعی که دوجه اکثر علما اجماع کرده باشه و شما فقط دنبال اکثریت میرین و از خود نظر ندارین. کلا و حاشا، این خود جمهوریت است، دنبال اکثریت رفتن. ما ایرا الحمدلله در ترجمه در هر جا رد کردیم. ما دنبال حق میریم ولو که یک نفر عملی کننده، ایج یک نفر هم عملی کننده از این نباشه، فقط حق واضح شوه، سند داشته باشه، ما دنبال از اون میریم. ما اینطور نیستیم که بگیم نه اکثریت است یا علما سرش جمع شده، به چی نداریم. منظوری ما است که هر جای یک موضوع مسئله دلیل داشته باشه ما امور عملی میکنیم. خو موضوع سابق مان که تو گفتی که یک عملی آشکارا مثلا سنت هایی که به دیگه هست و ما عملی نمیکنیم، مثلا تعدد دعاها در نمازهای فرض، در رکوع، در سجده. البته در رکوع در حدیث مرفوع یک دعا را پیغمبر تکراری خوانده، اما در سجده اختیار داده که هر نوع دعا را آدم جمع بکنه. مثلا ما محروم هستیم از او. یا دیگه وتر پیغمبر علیه السلام به کیفیت مختلف خوانده، چیزی هست که عملی دیده شده، یک رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت. اینا ما فقط التزام است چند کردیم از 3 رکعت، اونم به یک شکل که در حدیث مرفوع می شکل وجود نداره. در حدیث مرفوع دیگه ما امیر التزام کردیم، در حالی که پیغمبر علیه السلام به اشکال مختلف خوانده. از او خاطر ما تلاش میکنیم که عمل کردهای پیغمبر علیه السلام با اندازه و توان خود عملی بکنیم. تشکر مولوی محترم.